خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی و مرحبا به اون خانمایی که من میشناسم های شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ارزم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی، یعنی تربیت اسلامی. کمک شوهرش میکنه، کار مقتضای جنس و شخصیت رو داره انجام میده، ولی دستور دین رو پاروش نمیگذاره. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. بله یک سری زنان سرپرست خانوارن و بحث دیگریش استثناء. پس یک طرف دستور خدا و رسول و ائمه و علما و کارشناسان سمت خدا، دختران خوب زود ازدواج کنید، شما باید تو مسائل اقتصادی تابع شوهرانتون باشید، وابسته شوهرانتون باشید، کمک شوهرانتون هم بکنید، پولم در بیارید ولی پولا رو بدید دست آقایونتون، اونا انشالله بر طبق دین شما رو تأمین خواهند کرد. یه طرف هم دستورات بعضی از خانم مدیرا، البته بعضی خیلی کمه، من قبول ندارم زیاده، بعضی خانم مدیرا، بعضی خانم معلما، بعضی سایتا، بعضی شبکه‌های ماهواری، دخترها برید درس بخونید، برید مستقل بشید، برید پول در بیارید که منت شوهراتون رو نکشید. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دختر خانم‌ها به هر کدوم از دستورات اطمینان بیشتری دارید عمل کنید. فقط حواستون باشه 1 میلیون، بیش از 1 میلیون دختر بالای سن 30 سال داریم که دیگه از ازدواج ناامید شدن. وقتم گفتیم هم تحصیلاتشون هم کارشون خودش دیگه اون کفی که باید داشته باشه. یه بار چون توضیح بحث رو قبلا دادیم دیگه من دوباره نمیگم. همین مقدار